سلام دوستان عزیزم، من آمی هستم. به پرنده کیک خوش اومدین. امروز قراره این مرنگ های قشنگ رو با هم دیگه درست کنیم. برای این درست کردن مرنگ ما نیاز داریم به سفیده تخم مرغ که با 1/8 قاشق چایخوری پودر تارتار میزنیم و به اون کم کم و به صورت بارانی پودر قند رو اضافه میکنیم تا به این غلظت برسه و به اون به صورت جداگانه رنگ های مجاز خوراکی اضافه میکنیم. البته شما میتونید به برنگتون اسانس هم اضافه کنید. من اینجا از اسانس نارگیل استفاده کردم. با ماسوره میتونیم هر شکلی به این مرنگ های زیبا بدیم. اونا رو میتونید روی سیلپد یا اینکه کاغذ روغنی پاک کنیم. نیازی نیست کاغذ روغنیتون رو چرب کرده باشین. برای پختن مرنگ ها باید دمای فرمون رو پایین ترین درجه ممکن بذاریم و 1 ساعت زمان بدیم تا کاملا روی مرنگمون خشک بشه. نوش جان. داغی عشق قدیم اومدی تازه کردی، شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه کردی.